سلام، چطورین؟ اسم من نازلیه و خوش اومدین به اولین ولاگ روزانه من. راستش امروز یه تولد دعوت شدم، تولد یکی از دوستامه. گفتم که چرا از امروز شروع نکنم که حالا یه روز جالبی هم قراره باشه و دلیلی هم که دارم یکم آروم حرف میزنم و حتی میکروفونم گرفتم دستم چون که اون خوابیدن و نمیتونم زیاد بلند حرف بزنم. یه چیز جالبم بگم این که من هنوز حتی نمیدونم چی میخوام بپوشم. خب 2 آیتم تو ذهنم هست. یکیش لباس تولدمه که سفید و بلنده و یه دونم اون لباسم یه تیکه است. آره. و یه دونه تاپ و دامن دارم که شیکه، رو حالت شیکه، لباسم رو حالت شیکه دیگه، ولی نمیدونم کدوم رو بپوشم. بالاخره یه کدومش رو انتخاب میکنم دیگه. یه کار جدیدی که میخواستم انجام بدم، میخواستم موهامو با این رنگ موی گچی یکم رنگ کنم. خب تازم رفتم همون، در اومدم، بعد موهامو خوش کردم، یکم گذاشتم رو حالت نم بمونه چون که اینو باید یکم موهام خیس باشه، نه زیاد خیس و نم. نمیدونم خوب میشه یا نه، امیدوارم که خوب باشه. حالا زیادم نمیزنم ولی خوب باز. میکروفونو میذارم اینجا، امیدوارم صدام خوب بیاد. سعی میکنم یکم بلندتر حرف بزنم که صدا واضح‌تر بیاد. موهام یکم خودش رنگ داره، یه کوچولو پیدا نیست، انقدر نور از این طرف میاد ولی کم میزنم. از اینجا بر میدارم یکم. خب بعد باید حالت شونه‌ای بزنم. پیداست؟ یه چیزایی میبینم ولی نمیدونم واقعا. یکم هم میخوام رو چتریام بزنم، یه کوچولو، خیلی کم. خب بچه هیچی پیدا نیست. چیزی که ازش میترسیدم سرم اومد. اینو روشن نکرده بودم و کلی ویدیو گرفتم، کلی کارا کردم ولی تو هیچ کدومشون صدا نیست. بذاریم بگم که اول با این رنگ موی گچی موهامو یکم رنگ کردم، هرچند پیدا نبود و هیچ نتیجه خاصی نداشت. بعدش گفتم که مامان خوابن، برای همین دارم آروم حرف میزنم. اینو گفتم. بعد تصمیم گرفتم که کتاب بخونم ولی نخوندم. آره گفتم که این کتابو برای تولد خودم گرفتم، تو دی ماه بود و الان اردیبهشتیم و من هنوز نخوندمش. اسمش Me Before You از جوجو مویز. و یه چیز جالبی که نشون دادم اینو میخوام دوباره بگم. بچه ها باورتون، خب اینو میخواستم نشونتون بدم. این یه جعبه‌ایه، برداشتم رنگش کردم سیاه. بعد توشو یه چیزای کوچولو موچولو انداختم، نامه‌های کوچولو به خودم که مثلا هرچی حرفای انگیزشی و مثلا حرفای خوبی که بقیه بهم میزنن در مورد آواز یا حالا هر چیزی باشه اونو مینویسم و اسمشم مینویسم زیرش، تاریخش هم میزنم. خیلی کار جالبیه. بذارین حالا یکی در بیارم. نوشتم که هیچ کس ارزش اشکامون نداره و اینو خودم نوشتم ولی 2 روز پیشه. بذارین یکی دیگه هم در بیارم که از خودم نباشه. حالا امیدوارم همونو دوباره بر نداره چون انداختم توش.
اینو اسمشو ننوشتم ولی نوشتم که زندگیت رو واقعا حس کن. تو نیومدی با چند بار شکست خوردن و ناراحت شدن کلا ناامید شی و جا بزنی. تو آفرینشت هدفی داشته و در کنار غم‌ها پیشرفت کن و خودتو دوست داشته باش. اگه یه روز اومدین یه همچین کاری انجام بدین، خوشحال میشم عکسشو برام بفرستین. این ویدیویی هم که داره ضبط میشه فردای اون روزیه که من تو تلگرام پرسیدم که گفتم که آهنگ پیشنهاد بدین که براش پست جدید بذارم و گفتیم که The Greatest رو بخونم و میخونمش. میرم یه کمی فیلم ببینم چون که حوصله‌ام سر رفته واقعا. یکم هم میرم گوشیمو بذارم تو شارژ چون که 29% بیشتر شارژ ندارم و موقع تولد نیازه. های بچه به مامانم گفتم اومد موهامو صاف کرد. بچه ها موهام صاف شد ببینید. سلام بچه ها، ببینید آرایشمو کردم، هنوز رژ نزدم، موهامم صاف کردم و ویدیو من نتونستم بگیرم، نمیدونم چی کار کنم. خب دیگه من برم آمادشم. از تولد برگشتم و واقعا خوابم میاد. شبتون بخیر.